چهره جدید و باور نکردنی بانو نغمه، هنرمند مطرح افغان در کشور امریکا و آیا با واقعیت بانو نغمه برای بار سوم ازدواج خواهد کرد؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی نغمه که هرگز باور نخواهید کرد این هنرمند افغان چرا از همسر دومش هم جدا شد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوزاران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم و یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. نغمه هنرمند مطرح، محبوب و سرشناس افغان، چهره شناخته شده در هنر موسیقی افغانستان است. علاقمندان و دوزاران خاص خودش را داشته است. این هنرمند از کندهار زیبا است، ولی از سن طفولیت دوباره به کابل برگشت و جوانی و نوجوانی نغمه در کابل سپری شده است. وی از سن 18 سالگی شروع به سرودن آهنگ کرد و در آن زمان با منگل ازدواج کرد. ثمره ازدواج نغمه با منگل 5 فرزند می باشد. اما این هنرمند بعد از آن که به کشور امریکا سفر کرد و زندگی مستقل برای خودش ساخت، از منگل 5 فرزند دارد. نغمه بعد از آن که به کشور امریکا سفر کرد از منگل جدا شد. در سال 2006 باری دیگر ازدواج کرد، اما ازدواج دوم نغمه هم دیر نبود که شوهر دومش هم جدا شد. اما معلوم نیست نغمه به چی دلیل از شوهرانش جدا می شود. تازه تصاویر نغمه در صفحات مجازی دست به دست می شود که چهره خودش را تا کنون چندین بار عمل جراحی کرده است و به همین دلیل از طرف دوستان نغمه خبرهای در صفحات مجازی نشر می شود که این خانم قرار است برای بار دیگر در کشور امریکا ازدواج کند. تا کنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست، ولی من آرزوی خوشبختی و موفقیت برای تمامی هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت العزال تمنا دارم. دوستان و عزیزان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان نغمه به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده. موفق و کامیاب باشید.